امروز شنبه 24 جولای روز جهانی سکینه محمدی آشتیانیه. در 32 کشور دنیا هزاران نفر تو خیابون میان و اعلام میکنن که با سنگسار دیگه کنار نمیان. متاسفانه 30 ساله که در ایران صدها نفر رو جمهوری اسلامی سنگسار کرد و در کشورهای اسلام زده در سودان و افغانستان زنان و مردان را تا سینه در خاک فرو کردند و با پرتاب سنگ اونا را کشتند و دنیا با صبر و شکیبایی به این جنایت و به این بربریت برخورد کرد. امروز ولی در سراسر جهان میلیون ها نفر اعلام کردند با امضای تومار علیه سنگسار سکینه محمدی آشتیانی که بیش از 500,000 نفر اون رو امضا کردند، اعلام میکنند که دیگه کنار نمیان با این وحشیگری و با این بربریت. به نظر من امروز در تاریخ روز مهمیه، برای اینکه بشریت بلند شده و از حیثیت خودش داره دفاع میکنه. دنیا نمیتونه ساکت باشه در مقابل کسانی که حکومت تشکیل دادن و زنا را تا سینه در خاک فرو میکنند و با پرتاب سنگ اونا رو زجرکش میکنند برای اینکه از حکومت خودشون دفاع کنند. سکینه محمدی آشتیانی در زندان تبریز و به همراه اون دختر 19 ساله‌ای به اسم آذر باقری رو نگه داشتن که میخوان سنگسار کنن. به همراه اون مریم قربانزاده زن حامله‌ای رو میخوان سنگسار بکنن و ما میدونیم که 10 نفر دیگه در زندانهای جمهوری اسلامی منتظر اجرای حکم سنگسار هستند. ولی امروز دنیا بلند شده و میگه دیگه کافیه، دیگه بسه. ما از انسانیت، ما از حقوق انسانی خودمون و ما از مدرنیسم و از حقوق برابر برای زن و مرد داریم دفاع میکنیم. سالهای ساله که ما تظاهرات سازمان میدیم، سالهای ساله میریم تو خیابونا، سالهای سال خود من بارها و بارها با مقامات اتحادیه اروپا، با مقامات دولت‌های اروپایی نشست داشتم، با وزرای امور خارجه، با نمایندگان پارلمان‌ها و همیشه گفتم اگر در بروکسل که اتحادیه اروپا مقرش هست پایین همون ساختمون یه عده تروریست، یه عده فاشیست یه زن رو بیارن جلوی چشم شما و تا سینه توی خاک فرو کنن و سنگسارش بکنن، با اونا دیالوگ انتقادی سازمان میدید یا اینکه دستگیر میکنید و میبرید تو زندان؟ چرا با مقامات جمهوری اسلامی میشیمید؟ چرا اونا را به عنوان دولت به رسمیت میشناسید؟ اونا قاتلای مردم ایران هستن. سالهای سال وقتی میریم تو خیابون و با مردم عادی حرف میزنیم همه متنفرن، همه منزجرند از سنگسار. هیچ کس نمیتونه صحنه سنگسار رو نگاه کنه و بخوابه. ولی دولت‌ها با حکومت اسلامی همکاری کردند، ولی سکوت کردند، ولی مطبوعات بین المللی تا حالا خیلی کم راجع به این پدیده حرف زدند. خوشبختانه با کمپین نجات سکینه محمدی آشتیانی رسانه‌های مهم بین المللی مثل تایمز، مثل CNN، مثل گاردین خودشون اکتیویست این حرکت شدن. برای اینکه به نظر من حتی خبرنگارایی که دارن کار میکنن تو این رسانه‌ها میخوان که دیگه یه نقطه پایان گذاشته بشه به سنگسار. بشریت بلند شده و داره از انسانیت خودش دفاع میکنه با این حرکت. به این معنا به نظر من تاریخ مبارزه با سنگسار تبدیل میشه به تاریخ قبل از 24 جولای 2010 و تاریخ بعد از 24 جولای 2010. برای اینکه ما دیگه داریم میگیم نمیذاریم، به هیچ قیمت نمیذاریم هیچ زنی رو سنگسار کنن، نه در ایران، نه در افغانستان، نه در سودان و نه در هیچ کشور دیگه. ما دیگه نخواهیم گذاشت هم جنسگرایان رو سنگسار کنن. این وحشیگریه، این بربریته. و من از مرکز شهر ونیز در ایتالیا الان به همه کسانی که امروز در خیابونها رفتن، در کشورهای مختلف تظاهرات کردند، فراخوان ما را جواب دادند، تومار اعتراضی را امضا کردند، درود میفرستم از طرف خودم به عنوان مسئول کمیته بین المللی علیه سنگسار، از طرف سکینه محمدی آشتیانی، از طرف بچه‌های سکینه، سجاد و سعیده، به همه کسانی که اومدن تو خیابون درود میفرستم و میگم که باید این مبارزات را ادامه داد. جمهوری اسلامی فقط با این اعتراضات بین المللی، فقط با این فشارهای بین المللی که کوتاه میاد.
الان داره میگه سکینه رو سنگسار نمی کنیم، بعد از این همه اعتراض ولی اعدامش میکنیم. ما نخواهیم گذاشت سکینه رو اعدام کنن. سکینه هیچ جرمی مرتکب نشده. رابطه جنسی امر خصوصی آدم است و هیچ کس نمیتونه راجع به اون دخالت کنه، چه رسد کسی رو دستگیر کنه و چه رسد کسی رو سنگسار کنه. دنیا بلند شده داره اعلام میکنه نه به سنگسار، نه به اعدام، نه به حکومت اسلامی ایران. بسیار بسیار خوشحالم به عنوان کسی که سالهای ساله علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنم. من میگم که در دنیا باید این تفسیر رو بپذیرن، جمهوری اسلامی باید جراحی بشه. نمیشه حکومت چنج کرد در ایران و مثل افغانستان یک کرزایی آورد اونجا سر کار گذاشت. حکومت اسلامی رو ما جراحی میکنیم از اون جامعه و به همراهش میگیم نه به اعدام، نه به سنگسار، نه به آپارتاید جنسیتی در ایران، نه به دخالت قوانین مذهبی و اسلام تو زندگی زنان. ما با این جنبش اعلام میکنیم دیگه نمیذاریم تو رخت خوابامون دوربین بذارن و راجع به نحوه رابطه ما نظر بدن و تصمیم بگیرن. این یه جنبش در دفاع از انسانیت، این یه جنبش در دفاع از حقوق و برابری و حرمت زنان، این یه جنبش علیه اعدام، علیه سنگسار، این یه جنبش برای سرنگونی جمهوری اسلامی و پایان دادن به مصائبی که میلیون ها نفر تو ایران باهاش 30 سال دست و پنجه نرم میکنن. زنده باد جنبش انسانی در دفاع از حقوق انسانی مردم و زنان در ایران. مرگ بر حکومت اعدام و حکومت سنگسار. من مینا هدی هستم و از مرکز شهر ونیز در ایتالیا به همه شما عزیزان درود میفرستم.